تو هر نقطه دنیا مشکلی براش پیش اومد باید کمکش کنه. این هواپیما خیلی سیستم های ایمنی داره که اعلام نمی کنن و هیچ کس نمیدونه، ولی چیزایی که میدونیم ایناست: وقتی به این هواپیما شلیک بشه و موشک راداری بیاد به طرفش، یک جعبه از عقبش میندازه بیرون و اون جعبه منفجر میشه. اون طوری ساخته شده که وقتی منفجر میشه رادار رو تو اون منطقه مختل میکنه و موشک اونو گم میکنه. روی این هواپیما یک سیستم خیلی پیشرفته هم نصبه، سیستمی که میتونه اطراف خودشو دقیقاً بفهمه چه خبره. یعنی اگر هواپیمایی یا موشکی به طرف این بیاد، این از فاصله خیلی دور میفهمه و دقیقاً فاصله‌ش هم اندازه میگیره. به این سیستم میگن ترکینگ و پیشرفته ترین سیستم ترکینگ روی یک هواپیماه. همه اینها به کنار، یک سلاح لیزری هم روی این هواپیما نصبه که اگر لازم باشه میاد بیرون و با لیزر خطر رو هدفگیری میکنه. این هواپیما با اینکه این همه امکانات داره و هیکلش هم بزرگه، با این حال رادار گریز داره و اگر رادار گریزش رو روشن بکنه رادار نمیتونه بگیرته. ولی بایسته بدونید که این سیستم هایی که داریم میگیم تا به حال هیچ کدومش استفاده نشده، چون تا به حال خطر ایرفورس وان رو تهدید نکرده. حالا بریم سراغ امکانات ارتباطات این هواپیما. بهترین وسایل ارتباطی روی این هواپیما نصبه، چون این هواپیما باید هر جایی که تو دنیا باشه بتونه بدون مشکل با هر جای دیگه دنیا تماس برقرار کنه. بعضیا یک اسم دیگه‌ای برای این هواپیما گذاشتن، میگن کاخ سفید پرنده، چون هر چیزی که تو کاخ سفید هست و برای رئیس جمهوره تو این هواپیما هم هست، منتها در ابعاد کوچیک‌تر. رئیس جمهور وقتی تو این هواپیماه، هر قدرتی که توی کاخ سفید داره تو این هواپیما هم داره. میتونه در این هواپیما هر امضایی رو بکنه، میتونه جنگ شروع کنه، میتونه دستور حمله بده و حتی میتونه شلیک بمب اتم هم دستور بده. اینجوری نیست که بگن ما تو هواپیماییم حالا بشین تا برسیم. خیلی چیزهای این هواپیما هر سال به روز رسانی میشه، اما بیشترین چیزی که در طول سال برای این هواپیما اتفاق میفته بهتر کردن سیستم ارتباطیشه. مثلا موقعی که حملات 11 سپتامبر انجام شد، جورج بوش رو بردن تو این هواپیما و برای تمام روز بردنش تو آسمون. تو این موقعیت جورج بوش بایستی با